آیا می‌دانستی که قلب نهنگ آبی آنقدر بزرگ است که یک انسان می‌تواند داخل رگ‌های اصلی آن بخزد؟ نهنگ آبی بزرگترین جانور روی زمین است، حتی از بزرگترین دایناسورها هم بزرگتر. نهنگ آبی بزرگترین موجود زنده‌ای است که تاکنون روی زمین زیسته. این حیوان غول‌پیکر می‌تواند تا 30 متر طول و بیش از 180 تن وزن داشته باشد، یعنی اندازه یک هواپیمای بوئینگ 707. اما یکی از شگفت‌انگیزترین ویژگی‌های آن قلبش است. قلب نهنگ آبی به طور متوسط 400 کیلوگرم وزن دارد. اندازش تقریباً به اندازه یک خودروی کوچک است. شریان‌های اصلی آن مانند آئورت آنقدر بزرگند که یک انسان بالغ می‌تواند درونشان بخزد. البته نه مثل راه رفتن در تونل، اما ابعاد آنها به راحتی بیش از 20 سانتی متر قطر دارند. ضربان قلب نهنگ آبی در حالت استراحت می‌تواند تنها 2 بار در دقیقه باشد، چون خون را با هر ضربه در حجم بسیار زیادی پمپاژ می‌کند. این موضوع یکی از نمادهای کارایی فوق‌العاده سیستم گردش خون در حیوانات عظیم الجثه است. برای دانستنی‌های بیشتر کانال زیر پرده رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.